معاونت حفاظت و پیشگیری صاحبان ناجا تقدیم می‌کند. الو احسان تویی؟ الو بفرمایید، صداتون نمیرسه. احسان الو. نه این چیه؟ این عکسو کی فرستاده؟ اینو که فقط تو گوشی خودم داشتم. یعنی چی شده؟ خوب گوش کن، عکس من دست تو چی کار میکنه؟ وای به حالت اگه دستم بهت برسه. بیکار الاف، فهمیدی؟ آخه از این ناراحتم که من با هیچ کس هیچ مشکلی ندارم. از دیروز 10 بار زنگ زده. بلوتوثرم که دیگه نگو. هرچی اطلاعات و عکس داشتم برده. بازم خوب فکر کن. شماره تو به کسی ندادی یا به کسی بلوتوث نکردی؟ عکسای شخصی رو که بلوتوث نکردم. به کسی هم یادم نمیاد شماره داده باشم. نه. چی شد؟ ببینم چیزی یادت اومد؟ دیروز که داشتم از مدرسه می اومدم. سلام، امکان داره یه زنگ با گوشیت بزنم؟ آخه میدونی چیه؟ من گوشیمو خونه جا گذاشتم پسر جون. خواهش میکنم، این حرفا چیه؟ بفرمایید. خیلی ممنون. آخه این که من گوشیمو دادم که یه نفر باهاش زنگ بزنه چه ارتباطی با مزاحم داره؟ نمیفهمم. چرا نمیتونه ارتباط داشته باشه؟ ممکنه اون مزاحمه به کسی زنگ زده باشه و اونم حالا داره به گوشی تو زنگ میزنه. آره راست میگی. عالی گفتی. خب پس جریان بلوتوثا چیه؟ ببین میدونی چی جوریه؟ آره وقتی یه بلوتوث میگیری ممکن از طریق نرم افزار اطلاعاتتو سرقت کرده باشن. من که کلی بلوتوث دادم و گرفتم دیگه. عالی شد، کل اطلاعاتم لو رفت. تازه‌شم یه سری چیزای دیگه هم هست که تو نمیدونی. خیلی وقتا کسی که تلفن ازت میگیره ممکنه یه کد وارد کنه تا هزینه‌های خودش رو هزینه‌های تلفن ما حساب بشه. وای نه. خوب گوش کن، من به تو زنگ نزدم. یه نفر دیگه با گوشی من زنگ زده. نمیدونم اون بهت چی گفته یا چی نوشته. باور کن که من نبودم. من اصلا شما رو نمیشناسم. حالا که فهمیدی دیگه مزاحم نشو. چرا اینقدر عصبانی هستی پسرم؟ کسی مزاحمت شده؟ نه چیزه، یعنی چیزی نیست. اشتباه شده مادر جان. سعی کنید تا جایی که میشه تلفن خودتون رو در اختیار افراد نذارید. بعدم نیما جان، اون روزی که زنگ زدن در مورد شغل پدرت و کاراش گفتی. گفتن این مسائل با تلفن اصلاً درست نیست. خودت دیدی که چند تا اشتباه کوچیک چقدر بهت آسیب رسوند. آره دیدم. کلی از عکسامو کج و کله کردن یا براشون شاخ کشیدن و دوباره واسه خودم بلوتوث کردن. اگه عکسامو جایی بذارن که دیگه آبروم رفته. همه منو میشناسن. میدونی عالی میشه. فرزندان عزیزم، این داستان به خیر گذشت، اما شما باید بدونید که تلفن همراه یک فرصته، ولی میتونه یه تهدید و خطر هم براتون باشه. عکسای خانوادگی رو در تلفن همراه ذخیره نکنید. اطلاعات مهم خودتون مثل رمز آبربانک و چیزای دیگر رو در تلفن همراه ذخیره نکنید. بلوتوث خودتون رو سعی کنید همیشه بسته نگه دارید، یا اینکه هر پیام بلوتوثی که براتون میاد اونا رو دریافت نکنید، چون ممکنه اطلاعات شما رو سرقت، سوء استفاده و دستکاری بکنه یا پیام‌های آزاردهنده‌ای براتون ارسال میکنه. رعایت نکردن این نکات برای شما و خانواده‌تون میتونه خطرات زیادی به همراه داشته باشه. امیدوارم همه شما زندگی امنی داشته باشید. معاونت حفاظت و پیشگیری صاحبان ناجا.